بچه این رستوران ما یه دیگه که قربون آقای حقدوست برم بعد از اینکه بهترین غذا رو واسه دانشجوها داره فراهم میکنه. غذای درجه خیلی ترتمیز. بنده بالای 6 7 دانشگاه هم به حساب بودم ولی از این دانشگاه تا الان همچین غذایی ندیدم، یعنی به این خوبی. یعنی جنساش درجه، کمیشش درجه که بعد برنجش تارومه، بعد خدمت شما مرغش بهترین مرغ درجه کشی میاره، گوشتش همین، فیله هم داشته باشیم همینه، بعد مرغای فیله هم داریم واسه جوجه کباب هم همینه، کوبیدش هم درجه 1 بدون کم چربی، بعد کل غذاهاش یک به یک بهتر از همه. ماهی قزرالا هم که میاره دور و بر 450 گرم هر ماهی وزنشه، ماهی های به روز میاره، بعد مرغ و گوشتش هم به روز. یعنی هیچ پیمونکاری متواحال مثل این ندیدیم. مثلا چقدر واسه سود میکنه خدا میدونه. این از این. مرسی از شما. متشکرم. متشکرم. خب این از این. بعد بخش آماده سازی کدوم سمت پارتاژ؟ همه همینجا کل آماده سازی همینجا بود. آره. اینجا قسمت آماده سازی بود و اونجا هم که قسمت ظرفشویی بود و کلا هم اینجا انجام میشه. چون آماده سازی ما صبح ساعت 6:30 میاییم آماده سازی شروع میکنیم. آها. آره. فیلم برداری ساعت 1 میاد. آره. این الان یه سس با خدمت شما با هویج و سیب زمینی و فلفل دلمی قشنگ بغل خوراک مرغ امشبه. آقای حقدوست خودش دوست داشتنیه، غذاش هم دوست داشتنیه.